این هفته همراه با تماشا در تاجیکستان. رد پای شاعر، گزارشی از زادگاه و شعر لایق شیرعلی به مناسبت 70مین سالگرد تولد او. دیدار با زار داخته، عکاس و فیلمبردار برجسته تاجیک. تاجیکستان گوشه‌های خیلی زیبا داره. مثلا یک جا داره 40 دخترها میگه در ناحیه قنچی. شعر فارسی در تاجیکستان راه پرفراز و نشیبی رو گذرونده. در دوره شوروی سابق این کشور کلاً از بدنه فارسی زبان جدا افتاده بود، اما بعد از استقلال تاجیکستان و برقراری ارتباطات بیشتر با ایران، فارسی تاجیکی تونست حیات دوباره پیدا کنه. لایق شیرعلی در کنار گل رخسار و بازار صابر به عنوان بزرگترین شاعران معاصر تاجیکستان شناخته میشن. بیش از 10 سال از درگذشت لایق شیرعلی میگذره، اما تسلط مثال زدنیش بر ادبیات کلاسیک و آشنایی قابل توجهش با شعر نوی فارسی باعث شده چیزی از تاثیرش کم نشه. روستایی در نزدیکی پنجکند در شمال تاجیکستان، محل تولد و آرامگاه پدر شعر فارسی رودکی. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. کودکان اینجا اما شاعر دیگری را هم از بردارند، لایق شیرعلی. منم با تو تنی بطن، هزار مشتی سنگی تو بود هزار مشتی من. از بازی ای که دکان خوشم می آید، از خنده ای بیغمان خوشم می آید. این جفتی که بهتره ببینم در بام، هم لانه هم زبانه خوشم می آید. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و کشا اشارت دستی دعای مادر. بشنو گر صدای دنیای سخت باشم، انگیزه خوشایت از الله های مادر. آن سوی این کوه همان جایی است که درست 1000 سال پس از درگذشت رودکی لایق به دنیا آمد. اسم اینجا مزار شریف است، به تسمیه مزار خواجه محمد بشارا، عالم اسلامی که کنار رودخانه زرافشان دفن است. استاد لایق برادری انا مابینانگی ما سال 1941 20 مای در همین جا به دنیا آمده. بچگی را در همین جا گذراندم. مکتب میانه را در همین جا ختم کرده. بعد دی ختم مکتب در دانشگاه آموزگاری شهر پنجکند تحصیل را دوام دادم. بعد اونجا در شهر دوشنبه در انستیتوت زبان ادبیات با تحصیل دوام دادم. بعد در همان جا ماندم. خانه‌ای که لایق درست 70 سال پیش در آن به دنیا آمد، امروز موزه لایق شیرعلی. برادرش هنوز در همان محله زندگی می‌کند. دورای دانشجویی، دورای خدمت در قوای مسلحه SSR، این کس پدرمون. من اینجا این رفقت مادر استاد. پدرم مرد دهقانی بود و مادرم هم کدبانه بود و هر دو هم اهل سواد نبودن و در خانه ما بجز قرآن و هفته یک و 4 کتاب دیگری نبود. یعنی از کتاب‌های ادبی، شعر یا نثر چیزی نبود. و من هیچ وقت در گمانم نبود که یا وقت شعر میگم. و در آموزگاری هم که میخواندیم بیشتر شوق من به جغرافیا بود. مهمترین چیزی که تا امروز هم در ذهن من نقشی بسیار برجسته دارد، این زمان کودکی که در یک محیط بسیار تنگ کوهستان سپری شد
چهار دیوار خانه پدر و مال چرانی و با هیزم کشانی و علفترهی و دراوگری و کوهستان. اما یک زمان بیغبار بچگی بود البته، با اون سادگی، با اون بی آرایشیش. خاطرات کودکی و طبیعتی که لایق در دامان آن پرورش یافت به مضامین مهمی در اشعارش بدل شد. هرچند بعد از پایان تحصیل در شهر مقیم شد، هرگز در طول زندگی از تأمل در آن جهان و توصیفش باز نایستاد. دریا همیشه خودش خوف میکنه، دریا همیشه خودش در حرکت جاودانه خودش متحر میکنه، یعنی پاکیزه میکنه. از همین لحاظ در خلقه هم میگن که از آب سیغل گرد حلال است. مثلا از همین نظر یک جای عبرت آموزی از دریا هست. اصلا دریا منظور من رود است، چون از بچگی من با این جویها و دریا و رودخانه ها اونس گرفتم و یک جزئی زندگی من است. دو رهسازیم و رهپیما، من و دریا، من و دریا. دو همراهیم و دو تنها، من و دریا، من و دریا. و یاد یار می نالیم، یاری آرزوهامان. دو مجنونیم در صحرا، من و دریا، من و دریا. وقتی سالای کودکی در انا همین جاها انا مول بانی میکردن با بچه ها با رفیقشون، انا همونجا یک تا جورشون در بالای یک سنگ نامش می نویسد شهرت یابد. بعد یکمین شعر استاد انا همون شعر نام یک رفیقم خواست شهرت یابد اندر بین خلق، نام خود را ثبت گردان بر روی سنگ همه خیل. بعد استاد میگن که این سنگ اگر یک روز شود و سیل بیاد و یک جا بجای گرفته برد اگر نام تو گم شده میرد. و من به این مضمون شعر اولین من گفتم که پس در سنگ ها نام حق کردن هنوز معنی جاویدان بودن را نداره. بیشتر آن است که انسان با کار نیک و با عمل نیک در دلهای مردمان نامش را ثبت کنه، یادگار کنه. لایق شاعر نوپردازی بود که آثارش ریشه در شعر قدیم فارسی داشت. هم نسلانش او را شاعر زن، زمین و زندگی نامیدند. مضمون آفریده‌هایش مردمی است و تصاویر اشعارش از دل آداب و رسوم سرزمینش برمی‌خیزد. چیزی که تفاوت داشت در اشعار لایق شیرالی این بود که موضوعات را در اشعارش انعکاس کرد که بیشتر به خصوص به نسل جوان نزدیک بودند. بیشتر اشعار تغزلی بود که زندگی جوانان را رسم می‌کرد یا هویت ملی تاجیک‌ها را منعکس می‌کرد، زندگی مردم عادی را و گذشته فرهنگی مردم را منعکس می‌کرد. در اون زمان حتی بعد از استالین آدم‌ها اون آزادی که بتونن همه فکری که داشته باشن و بیان بکنن نداشتن البته. و اشعار این ایده شاعران گفتم لایق شیرالی، گلرخسار، بازار صابر نوع مبارزه بود، مبارزه توسط فرهنگ برای دریافت هویت ملی گم شده که در زمان شورایی تقریبا از این هویت دیگه همه خاموشی اختیار کرده بودند. جهانی که لایق شیرالی و دیگر ادیبان تاجیک در آن می‌زیستند تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود. خط سیریلیک جایگزین خط فارسی شده بود و فارسی زبان رسمی محسوب نمی‌شد. سمرقند و بخارا که از دیرباز دو پایتخت مهم فرهنگی و ادبی خطه فارسی زبان بود، با تقسیمات شوروی از تاجیکستان به دور افتاده بود و بخشی از ازبکستان بود. نبود آزادی بیان و آزادی قلم هم به تمامی این مشکلات می‌افزود. به نام خلق کشته شد امید و آرمان خلق، به نام خلق بافته هزار و یک بهانه را. من از طلعه سحر پیام آورم ولی زمان من نمیخرد طلعه زمانه را. توانستند از راه‌هایی که امکان پذیر بود با ادبیات ایران آشنایی داشته باشند، تونستند که به گونه در شکل شعر هم تغییر بیارن. شعر آزاد رایج شد در تاجیکستان، شعر
سفید در تاجیکستان رایج شد. چند شعر داره لایق درباره ابو علی سینا، حتی یک مجموعه هم داره الهام از شاهنامه. من از شاهنامه فردوسی الهام گرفتم و یک سلسله شعرهایی گفتم که براتون میخوانم. درون سینه سردم دل سرپاره میگیریم، میان خانه بیکودتم گهواره میگیریم. ز بزم گرم شاهان خنده مستانه می آید، ولی در چشم من هر خشتی برج و باره میگیریم. اما زمانی که گورباچوف پرسترویکو و آشکار بیانی اومد، روندهای جدیدی فرهنگی آغاز شد. جریانهای سیاسی درباره به دست آوردن استقلال بیشتر از حکومت مرکزی صحبت میکردند. شعرا دیگر به صورت آشکار درباره مشترکات فرهنگی ایران و تاجیکستان و افغانستان صحبت میکردند. چه خیلی که استاد گفتن زمین سخت کوهستان دل نرمم عطا کرده است، درستم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده است. یکی گفتا تو ایرانی، دیگر گفتا تو تاجیکی، جدا از اصل خود میرد کسی ما را جدا کرده است. جهان یک روز می ترکد ز آه پرشرار ما، که بر ترک وطن ما را پیاپی مبتلا کرده است. مبارزات سیاسی و فرهنگی در تاجیکستان بعد از فروپاشی شوروی به یک جنگی داخلی 5 ساله کشانده شد و لایق شیرعلی از اینکه این روندها به جنگ پیچید خیلی غمگین و دل‌آزرده بود و اشعاری هم در این دوره نوشته. جان به قربان تو ای ملت خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمن از 4 طرف اجنبی و خانگیان، تنی تنها و چی نیرو ستی اعداش کنم. تاجیکم در وطن خویش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجی تولد شدنم. ای خراسان تو بگو ساحت ایران ویچ کو، من از این فاجعه چون شکوه به یزدان نکنم. گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، هم نه آن است که فرسوده بود پیرهنم. گریم از آن که تو را حکم به کشتن کردند، ای تو هم پایه و هم مایه انسان بودنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنهاتر، وطنم 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 وطنم. اصولا ما از سینمای کشورهای شوروی سابق کم میدونیم، در حالی که اتفاقات خیلی مهمی اونجا میافتاده. ظاهر داخته فیلمبردار تاجیک یکی از آدمای اون دوره است. ظاهر سال 1964 دانشکده سینمایی مسکو رو تموم کرد و از همون سالها از پرکارترین فیلمبرداران تاجیکستان بود. برای ساخت فیلم چترباز مجبور شد چتربازی یاد بگیره و چندین بار در حین کار مجروح شد. یه بار حتی خودش رو به چرخ هلیکوپتر بست تا از بهترین زاویه تصویر برداری کنه. سهراب ضیا در دوشنبه به دیدن این فیلمبردار پرکار و عکاس نامی رفته. ازم نامداران و گردن کشان کسی هم برد نزد رستم نیستم که شد گفته سهراب. فیلمی داستانی رستم و سهراب برگرفته از شاهنامه سال 1971 میلادی. فیلمی که کاری فیلمبرداری آن را ظاهر داخته فیلمبرداری نامداری تاجیک بر عهده داشت. دستی پدر خواب گشتم همی دروغ است. ظاهر سال 1936 در منطقه داغستانی روسیه به دنیا آمد. پدرش ایرانی بود. او 13 سال از کودکی خود را همراه خانواده در ایران گذراند. پس از پایان تحصیلاتش او همکاری با تاجیک فیلم را شروع کرد. ظاهر تاکنون 13 فیلم هنری و صدها فیلم مستند و داستانی را فیلمبرداری کرده است. فیلم هایی که از جمله بهترین و شاید معرف قدرت تاجیکستان در آن زمان در این رشته هستند.
در سالروز تولد 75 سالگی ظهور داخته، تالار سینماگران تاجیکستان اخیراً میزبان بزرگان این هنر برای تجلیل از یک عمر خدمات این هنرمندی تاجیک بود. آخر سالهای 50 هنگامی که ظهور به کینوستودیوی تاجیک فیلم آمدن، نسب اون کس بسیار آدما را در حیرت ماند. نه تاجیکی، نه روسی، نه داغستانی، ولی دیر نگذشته ظهور همچون برادر، همچون همکس، همچون تاجیکی مقیمی در بین همکاراش و در بین تماشابینان شهرت پیدا کرد. مشکلاتی که در سالهای بعد در تاجیکستان به وجود آمد سبب افت شدید هنر فیلم و سینما در این کشور شد، اما ظهور در تمام این مدت از پا ننشست و دوربین عکاسی را جایگزین دوربین فیلمبرداریش کرد. او نمایشگاه‌های بسیار برپا کرد تا هنر، فرهنگ، طبیعت و مردم تاجیکستان را به جهانی که این مردم را فراموش کرده بود یادآوری کند. او در عرصه عکاسی هم خوش درخشید. کتاب‌های او به زبان‌های گوناگون ترجمه شده و با عنوان سفیران تاجیکستان و نقاط مختلف دنیا فرستاده شد. در این نمایشگاه کتاب اخیری او با عنوان تاجیکستان از نگاه ظهور داخته معرفی شد که امسال برای اولین بار در ترکیه به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی چاپ شده. این کتاب توجهی مرا هم جلب کرد و به خانه ظهور داخته رفتم تا از نزدیک با او درباره این کتاب صحبت کنم. از نور و از وقتی که میگیری عکس‌ها منظرها رنگاش عوض میکنه. مثلا اینجا یا همین عکس دیگه شده، منظر دیگه شده. یعنی در نمایشگاه خیلی میان دست میزنن، فکر میکنن که این با نقاشی، کار نقاشی رنگه که بعدا میبینن عکسه. بعد همین دم نگاه کنیم ما تاجیکستان گوشه‌های خیلی زیبا داره. مثلا یک جا داره چه دختران میگه در ناحیه قنچه، همین اگر نزدیکتر نگاه کنیم شباهت بعضی شباهت آدم داره. یعنی خود طبیعت با باد و با بارون برف اینا رو درست میکنه، مثل اینکه یک کسی با دستش تراشیده. از خصوصیات اصلی ظهور علاقه فوق‌العاده او به طبیعت زیبای تاجیکستان است. طبیعتی که سالها نادیده و بیکر در دل تاجیکستان باقی مانده است. او برای عکس‌هایش حتی در 75 سالگی ساعتها پیاده سفر می‌کند. در بین دوستانش او به سخت‌کوشی و دقتی در کار شهرت دارد. طبیعت تاجیکستان تا چه درجه او کس نگیرد به نور که حیران می‌شویم. ما حتی رسما حیران می‌شویم که از جای نمی‌بیند. چطور که نمی‌بیند؟ ماندشایی ندارد او کس. پامیر باشه مرحمت خسته می‌رود. یک سال رفته اگر از برتلیات پامیر صورت گیرند این پیاده گشتگی است. کسل هم باشد، دست شکستگی هم بود یا وقتا یک دسته رفته که جایی بیم رفته اپش میبرد. از این دیگه برای آدم ایجاد کنه چه در کار است؟ قریب 1000 تا کادر میگیرد که باید یک کلمش که معقول شود همونا باید گرفته ماند. یکی از ویژگی‌هایی که ظهور را از بقیه هنرمندان این رشته متمایز می‌کند، پشتکار او در ثبت زیبایی و در این راه خطر کردن اوست. یکی از فیلم‌های ماندگار او در مورد قهرمان چتربازی جهان یوری برانوف است که جایزه بهترین فیلم مستند ورزشی را در آن سالها به خود اختصاص داد. ظهور برای فیلمبرداری این فیلم بارها با چتر به پایان پرید. من توانستم 17 بار با چتر بپرم با کامera که داشتم سرم. اون وقت با نوار بود، خیلی وزین بود، اما به من گفته بودم مثلا که چطور باید بپرم، چی کار را کنم. و این کلاهی که با کامera گرفته بودیم تقریبا 7 کیلو وزن داشت، چون اگر با چتر اگر من میپریدم به زمین که بریستم، اگر کلاه سرم بشه البته سرم میشکست. برای به من گفته بودن که از 900 متر تقریبا که به زمین میمونه من باید این کلاه را از خودم بگیرم، چون که هم
با کمربند بسته بود، هم لاستیک هست که نلرزه. خیلی با سخت محکم کرد اونا، چون با سرعتی که میری کامera میتونه بلرزه. برای این باید این کلاه که محکم کنی باید علاوه باز ریزینا میکشی اونجا که خوب فشار بیاد تکون نخوره. اینا باید بود زود بکنی، همشو بتونی بکنی در بیاری و اینجا کامera با یک خط بسته شده که آویزون بشه. وقتی نشستی سرت نشه این کلاه و سر من. این خیلی کار مشکل بود، اما به این نگاه که نکرده یه دفعه من خیلی بعد زمین افتادم و این کامera زیر کمرم موند و اونجا تقریبا یک هفته من حرکت کردن نمیتونستم. نشانت رستم، نشانت کجاست؟ نشان کو؟ نشانه فلسطین. پسر را بکشتم با پیران سر، بریدم پای و بیخیان نامبر، دریدم جگرگاه بوری جوان. فیلم رستم و سهراب یکی از افتخارات هنری زائور و سینمای تاجیکستان در دهه 70 میلادی است که با همکاری کارگردانی به نام تاجیک بریز کیمیاگروف و زائور داخته بر اساس داستان‌های شاهنامه ساخته شد. اینطور شد که اخلاق من و این خطی که من فیلم برداری میگرفتم به کیمیاگروف خیلی نزدیک بود کار من و اون هیچ وقت عصبی نمیشد و اون چیزی که شب بهم گفت چی میخواد بگیره، چطور میخواد بگیره، منم عقیده خودم شب بهش میگفتم. ما با همیشه فکر خودم میگفتیم که چطور بشه، چون که فرداش که کار میکردیم به من لازم نبود که کارگردان پیش من واسه. اون کارگردان میرفت با هنرپیشا کارا خودش میکنه، صحبت خودش کنه که حرفاشون درست بکنه. اما من که هستم اینجا مثلا نور چراغ بذارم، کامera چقدر حرکت بذاره، حرکت بکنه، اینا رو میگشتم و این ما که میگیم میزانسن، میگیم حرکت، هنرپیشا اونا رو فقط به من نشان میدادن که به واسطه اونا چراغ، نور و چراغ بذاریم که همش خوب بشه. در هر فیلم واجب چه سوژتی داره، یعنی معنی چیه؟ این رستم و سهراب هم مسئله جنگ و صلح بلند میکنه که شاه‌ها جنگ میکنن، آدما میمیرن، آدما وفات میکنن، یعنی سبب به آدما میرسه. این نتیجه چون بود؟ برای همین بود که آخر فیلم مثلا که رستم سهراب میکشه و در دستش میاره در بیابان پیش جنگجویان که از یه طرف لشکرهای از دو طرف لشکر واسطه، میگه ای مردم مثلا چرا جنگ تموم کنید؟ اون وقتا گلها مثلا سفید بود. بعد وقتی که این درباره جنگ سروجه گلها همش سرخ میشه، عوض یعنی یکی عوض 4000 تا گل از گلهای لاله از مسکو آورده بودن، سرخ شد. برای این چیز بود که بعد فیلمش هم خیلی مشکلات داشت که آدما زیاد اشتراک کرده بودن. مشکلات اون بود که فیلم برداریش یعنی نه که جای وسیع بود و آدما زیاد بود. خیلی مثلا در قصر که در آدسه گرفته بودیم یک شبش مثلا شبانه گرفته بودیم به ما 4 تا ماشین برق لازم بود، هر 4 تاش هر یکی چراغ هم ماشین به 6 تا چراغ نور میداد. یعنی ببین چقدر باید چراغ بذارید، اما باید در اکران که میبینید در پرده ما حس کنید که این شبه، یعنی روز نیست. یعنی اونجا نور میده، اونجا تاریک میشه، اونجا پله های کم دیده میشه، اما بی چراغ همش سیاه میشد. برای این البته مشکلات داشت. این مشکلات هم برای فیلمبردار یک تجربه بزرگی که در آینده استفاده میکنه، چون که هر فیلمبرداری بعد از فیلمبردار خودش یک چیزا کارهای خودش میگه که مثلا میگه اگر دوباره تکرار میکردم مثلا اینطوری میکردم، چون که وقتی عجله کار میکنی تو فکر هستی بعد چاره فراموش میکنی، یا که اهمیت نمیدی، یا که فراموش اهمیت نمیدی، اما در پرده که دید چشم اینو میبینه و میخواد که اگر ممکن باشه دوباره بگیره، اگر ممکن نشده که در آینده این اشتباهات نکنی. تو آزرم خواهی؟ ندارم مدار، نخواهم ز تو رحم، اما اگر
تو نداریم انتخاب دیگر زمان گویی که درباره کمپوزیت کادر و در سالهای اخیر ظهور داخته تمام انرژی خود را برای آموزش هنرمندان فردای تاجیکستان مصرف می کند. تلاش برای بازگردانیدن سالهای پرافتخاری سینمای تاجیکستان. او در سایه همسر و فرزندانش نقشی مهم در ثبت و ضبط فرهنگ و تاریخ این تمدن کهن در گوشه شرقی آسیا بر عهده داشته که همچنان برای آن تلاش می‌کند. رسیم به پایان برنامه ما رو روی وبسایت BBC فارسی هم میتونین ببینین bbcpersian.com/tamasha. لطفا نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ایمیل کنید. آدرس ما هست tamasha@bbc.co.uk. اگه خواستین میتونین از طریق صفحه ما در فیسبوک هم با ما در تماس باشین. تا برنامه بعد.